حالا که بازار عشق خبری حسابی داغ شده، حواشی هی داره بیشتر و بیشتر میشه. اگر میخوای بدونی پشت صحنه چه خبره و چی دروغه و چی راست، ویدیو امروز رو حتما ببین. با سال 2017 همراه باشید. پشمام نیومده اکس منو زد. اول از همه بیان اعتراف کنیم که گارد هممون نسبت به برنامه عشق ابدی طی تبلیغاتی که ازش انجام میشد خیلی زیاد بود، ولی با شروعش یه جوری مخاطب رو درگیر خودش کرده که هممون حتی صرفا از سر کنجکاوی هم شده میشینیم پای برنامه که ببینیم بین پارتنرها چه اتفاقی رخ میده و کی با کی میمونه، کی هست میشه و کیا دعوا کردن. حالا بیان یک بار برای همیشه تکلیف این قضیه رو مشخص بکنیم که یه عده میگن با سازنده های ایرانی از یک کار خارجی کپی برداری کردن و خودشون خلاقیت ندارن و از اینجور صحبت ها. بابا دوست عزیز، این یه اتفاق کاملا مرسوم هست تو کل دنیا که تو حوزه هنر جایز هستن از همدیگه تقلید بکنن یا الگو بگیرن. ولی الان بحث سر این هست که این برنامه از چیزی تقلید نکرده، بلکه دقیقاً همون ریالیتی شوی ترکی هست که با زبان فارسی برای ایرانی ها ساخته شده. یعنی تیم سازنده، کارگردان، تیم سرمایه گذار و حتی لوکیشن متعلق به برنامه جزیره عشق یا آشکاداسی ترکیه است. تازه خود ترکیه هم الهام گرفته از نسخه اصلی این برنامه است. برای اولین بار در دنیا تو کشور انگلستان برنامه پارتنریابی لاو آیلند ساخته شد که جالبه بدونین تا الان 22 تا نسخه متفاوت از اون تو کشورهای مختلف و به زبانهای مختلف ساخته شده. حالا برسیم به حواشی پر سر و صدا و خیلی خیلی داغ برنامه. من یه سری مشاهدات و تحقیقات داشتم و باهاتون به اشتراک میذارم. البته میدونم که شاید یه سریاش رو بدونی، شاید هم نه. پس بیان یک بار برای همیشه این موضوع رو جمع‌بندی بکنیم. مورد اول اینه که میگم بچه‌هایی که تو عشق ابدی حضور دارن از قبل همشون همدیگه رو میشناختن. باید بگم بله، اکثرشون همو میشناختن و حتی فراتر از اون با هم همکار و دوست هم هستن. مثلا ماهرخ و شاهین از قبل با هم توی پروژه همکار و رفیق بودن. این فیلم رو ببینید. نو فیلتر، نو میکاپ. آقا زشت نیست به نظرت میکاپ میکنی؟ اگه مرد میکاپ میکنه اما میکاپ نمیکنم واسه پروژه است یا حتی شاهین و سودا قبلا تو موزیک ویدیوی سعید شایسته که تو ساحل فیلم برداری شده با همدیگه حضور داشتن. تو این ویدیو میتونین ببینینش. و حتی اگر شما هم مثل من توجه کرده باشین، در قسمت 6 سودا و شاهی میخوان با همدیگه برای بار اول یک گپ دوستانه داشته باشن. سودا میخواد با شاهین درد و دل بکنه، ولی چیزی که ازشون مشخصه رابطهشون کمی فراتر از یک دوستی و رابطه و دیدار اولیه هست. مورد بعدی که تا حدودی تابلو هم بودن دوستی زهرا با نگاره. اگر یادتون باشه همون اپیزود اول نگار یهو در اومد به زهرا گفت که من از شما خیلی خوشم اومد، بیا پیش من، و چند جا هم تکرار کرد که من با زهرا تو برنامه آشنا شدم، اما در حالی که طبق این عکس بالایی از قبل با هم دیگه دوست بودن. و اما در پاسخ به دوستانی که میگن این برنامه چندین سال پیش ضبط شده و طبیعیه که این بچه ها از اون برنامه به بعد با هم دوست شده باشن، باید بگم که نه، حقیقت یه چیز دیگه است. قضیه از این قراره که برنامه عشق ابدی نهایتا در انتهای سال 1403 ضبط شده و پخش اون موکول شده به بعد از عید 1404 و حتی اگر توجه بکنین تایمی که بچه‌ها در مورد سن و سالشون صحبت میکنن، سودا سن خودش رو 32 اعلام میکنه و متولد 1371، یعنی مربوط میشه به سال 1403. من 71 ام. بهت نمیاد 32. شما دو تا پس 70 71. ما دو تا که 76. و اما ماهرخ علی که رفاقتشون خیلی تابلو بود. البته خود ماهرخ گفتش که قبلا با هم آشنا بودن و حتی اگر متوجه نشدین باید بگم تیتراژ برنامه رو ماهرخ میخونه و احتمال کمی هم وجود داره که اون یکی خواننده علی باشه، ولی هنوز تایید نشده. پس بعیده که اصلا اطلاع نداشته باشن از حضور همدیگه توی این برنامه. مورد جالب اینه که همه بچه‌ها آشنا بودنشون رو جلوی دوربین انکار کردن و تو برخورد اول یه جوری نشون دادن انگار که بار اول همدیگر میبینن
که خب به نظرم جوابش کاملا مشخصه و این دستور سازنده برنامه بوده. وگرنه اگر از روز اول همه تابلو میکردن که از قبل همو میشناسن، برنامه جذابیتش رو از دست میداد و بیننده هم معترض میشد. این که الان کم کم خودمون داریم مسئله رو کشف میکنیم اونو جذابترش میکنه. و اما یه چیز جالب که شاید کمتر وایرال شده باشه، شفاف سازی واضح ماهرخ هست از سناریویی که با علی قبل اومدن به برنامه چیدن. ماهرخی که تو قسمت اول تاکید میکرد درست علی رو میشناسم ولی از قبل اطلاع نداشتم که اونم تو برنامه شرکت کرده. ببینید که تو این ویدیو چطور داره پته ها رو روی آب میریزه. من بیشتر از این چیزی نمیگم چون تو ویدیو همه چیز کاملا مشخصه. کسی بود که منو انتخاب کرد. یه دقیقه ماهرخ تو رو انتخاب کرد به خاطر اینکه در حقت رفاقت کرد، به خاطر اینکه قبل از اینکه بیای تو برنامه خیلی اتفاقی به من زنگ زدی و گفتی دارم میام تو یه جزیره. گفتم ای چه جالب منم اونجا. به خاطر اینکه گفتی که حواست باشه اونجا هوای منو داشته باشی یا من اعتماد به نفسم پایینه، بعد میام اونجا یه موقع کسی منو انتخاب نمیکنه و گفتم بیا رفیق کردم. چرا گفتم تایپم دوست دارم رپر باشه و چرا سکوت کردم در برابر اینکه من تو رو انتخاب کردم و رفتی پشت سر گفتی که ماهرخ تایپ من نیست؟ چون تو عقده اینو داشتی که بگی یه بلاگر اومده منو انتخاب کرده، یه آدم فیمس اومده منو انتخاب کرده و من اکسپتش نکردم و اون تایپ من نیست. خب و یه ادعای بسیار جنجالی و پرسرصدا مثل خود کسی که این ادعا رو کرده. علی یکی دیگه از پرسرصداترین شرکت کننده های این برنامه است که شونه به شونه نگار در حاشیه سازی پیش میره. گویا علی توی یکی از قسمت‌ها ادعا کرده که نوه یکی از بازیگران بسیار معروف ترکیه است و اون کسی نیست جز فخرالدین که نام اصلی اون جونت آرکن هست، یکی از بازیگران مطرح ترکیه بود که قبل از انقلاب در ایران هم فعالیت داشت. حالا شباهت ظاهری بین این دوتا وجود داره ولی اینکه این قضیه واقعا صحت داشته باشه ما نمیدونیم. موضوع خیلی مهم بعدی که حسابی ذهن مخاطب‌ها رو درگیر کرده، اختلافات عجیب و غریب و گاهن بیش از حد شرکت کننده ها با هم دیگه است و از اونجایی که درس پیدا کرده خیلی هاشون قبلا با هم دوست بودن، دیگه یه جورایی پذیرفتن این قضیه که اتفاقاتی که طول برنامه میفته واقعی هست واسه خیلی غیر ممکن شده و مخاطب‌ها ادعا میکنن همه اینها سناریوه و اونا صرفاً دارن اجرا میکنن. در واقع این دشمنی‌ها یا بحث و جدل‌هاشون واقعیت نداره. ولی باید بگم حدسیات درسته ولی نه اونجوری که ما فکر میکنیم. ببینید دوستان، این بچه‌ها بازیگرای حرفه‌ای نیستن که بتونن به این خوبی و باورپذیری نقش بازی کنن و جمله به جمله سناریوها رو اجرا بکنن. واقعیت اینه که تو کل ریالیتی شوها حتما که یه سناریویی نوشته میشه تا شرکت کننده ها از حد و حدودشون خارج نشن، وگرنه که اصلا نمیشه برنامه رو کنترل کرد. پس تو عشق ابدی هم یه بستر مشخصی وجود داره و موظف هستن تو اون چارچوب بازی کنن و البته اتفاقات واقعی هست و شاید سناریو صرفا به اتفاقات بال و پر میده تا جذابتر بشه. وگرنه اگر توجه کرده باشین چند جا بچه‌ها از کات کردن‌های بی‌موقع صحبت میکنن تا دعواها بالا نگیره، یا مثلا به قول سودا شب موقع خواب با هم دیگه آشتی میکنن تا روز بعدش. روز که بیدار میشیم دیگه فراموش کرده باشیم، کشش ندیم. من صبح دیدم سیاوش و علی با هم دارن میگن میخندن شوخی. یا اگر این دوتا ویدیو رو مشاهده بکنیم، ماهرخ و سودا به صورت جداگانه دارن در مورد اینکه این قضایا به چه نحو است و یا اصلا سناریو هست یا نیست یه توضیحاتی رو ارائه میدن. در کل نتیجه گیری و قضاوت بر عهده مخاطبه، ولی من خودم به شخص فکر میکنم که سناریو هست ولی نه اینکه تماما بر اساس یک سناریو باشه. اتفاقات واقعی هست ولی یک جاهایی بایستی کنترل بشه، کات داده بشه و یا اینکه یه سری تغییراتی ایجاد بشه. ببینید من قبل از اینکه بیام داخل این برنامه بلاگر بودم و رپ میخوندم، کار مدلینگ میکردم، عکاسی میکردم. ما یه سری از بچه ها رو میشناختیم. وقتی هم وارد برنامه شدیم یه سریامون رو میشناختن و به همین دلیل یه سری هم میگن که این پلن ریزی شده است و نمیدونم سناریو دادن و اینا. نه این شکلی نیست، ما فقط میشناختیم همدیگه رو و اونجا دیدیم که خب حضور داریم و این برنامه‌ای که شما می‌بینید یه مسابقه است. خب بچه‌ها توی این مسابقه دنبال اینن برنده بشن.
پس هر کسی از تکنیک و تاکتیک‌های خودش استفاده کنه. سر بقیه غیبت میکنه، یکی دنبال این زوجا رو به هم بزنه، یکی دنبال این اعصاب بقیه رو خورد کنه. خب هم که اونجا شرکت کننده بودیم هم باید حواسمون می بود که بازی روانی بقیه روی روحیه ما، روی تصمیم ما تأثیری نذاره. و اما موضوع جذاب بعدی در مورد گذشته و حیطه کاری شرکت کننده هاست و اینکه به صورت کاملا اتفاقی خیلیامون چند تا از اونا رو قبلا جاهای مختلف دیدیمشون. باید بگم چند تا از بچه‌ها بازیگر هستن ولی فعلا نه به اون معنا و بیشتر به عنوان شخصیت‌های فرعی یا سیاهی لشکر تو ترکیه فعالیت میکنن. یا حتی جالبه که ماهرخ قبلا تو سریال دراکولای مهران مدیری به عنوان بازیگر مهمان نقش کوتاهی ایفا کرده. شخصیتی که پر از حاشیه و سر و صداست، نگار قبلا تو میوزیک ویدیوهای کردی به عنوان رقاص ایفای نقش کرده. یه مدتی هم تو کردستان عراق بوده و اونجا جزو مدل‌های برتر بوده. شی مدلینگکم یک سال ولاتی ترکیه بوم، تقریبا 3 سال ل باشورم. زور خوشحالم که ل کردستانیش وک ولاتکانی تر فشن شومان هیا. و سیاوش که اتفاقا جزو چهره‌های محبوب این ریالیتی شو هست. سیاوش قبلا یه نقش کوتاه تو موزیک ویدیوی دنیا دادرسان داشته که احتمالاً خیلیاتون متوجه شده باشین. خوب تو چشم نگاه کن، ببی شدم روانی با کسی که